علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر سوال نمودن در بابت معلومات در مورد ماه شعبان. جزاکم الله خیرا. دوست الله، ماه شعبان اول خود شعبان نمیگن که گروه ها بعد دیگر جمع میشیدن و جمع میکردن. یعنی وقتی که پیش از ماه شعبان ماه که رجب کی هست، ماه حرام است، جمع کردن ممنوع است. وقتی که ماه رجب که تمام میشید، ماه شعبان که جمع میشیدن و بعد دیگر جمع میشدن و جمع میکردن. یه ماه شعبان به خاطر میگن که از بگیم شعب گروه گرفته شده. اما از لحاظ معلومات دینی در مورد ماه شعبان این است که ماه شعبان فضیلت خیلی عظیم و بزرگی دارد. همچون در حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله میاد که ان شاء الله که برای شما بیان میکنیم. در این ماهی است که اعمال بگیم سالانه به طرف الله سبحانه و تعالی بگیم برده میشوند. اعمال سالانه، چون که دیگر احادیثی داریم که اعمال هفته، دوشنبه و پنجشنبه، اعمال انسان اعمال هفتهش به الله سبحانه و تعالی برده میشه. به خاطر پیامبر فرمودند که من دوست دارم که روزه‌دار باشم که اعمال من برده بشود و اعمال سالانه انسان در ماه شعبان برده میشه. ابن قیم رحمه الله از حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله استنباط میکنه که حدیث ان شاء الله که برای شما میخونیم، حدیث صحیح از حدیث مسلم احمد نسائی و بیهقی روایتش میکنن. و در این ماهی است که رسول صلی الله علیه و آله در این ماه روزه میگیرند. چون که از صحیح بخاری مسلم روایت مادران عایشه میاد که غالبا اکثر روزه رسول صلی الله علیه و آله روزه میگرفتند. همچنین برای روایت مادرمان عایشه رضی الله عنها میاد که کان رسول صلی الله علیه و آله یصوم حتی نقول لا یفطر، حتی نقول لا یفطر. پیامبر صلی الله علیه و آله روزه میگرفتند که تا که ما میگفتیم که دیگه افطار هم نمیکرد. و یفطر حتی نقول لا یصوم، و افطار میکرد تا اینکه میگفتیم که ما دیگه این روزه تمام دیگه نمیگیرد. فما رأيت رسول الله صلی الله علیه و سلم استكمل صيام شهر الا رمضان. میگه پیامبر صلی الله علیه و آله ندیدم که ماه را تکمیل و کامل روزه بگیرد مگر ماه رمضان را. و ما رأيت اکثر صيام منه فی شعبان. و پیامبر صلی الله علیه و آله ندیدم که بیشتر روزه را بگیرد مگر از ماه شعبان. بیشتری روز از ماه شعبان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چیکار میکردن؟ روزه میگرفتن. در روایت بخاری مسلم میاد. و همچنین از محبوب رسول صلی الله علیه و سلم اسامه بن زید در روایت است که میگه اسامه بن زید در که من گفتم طرف رسول صلی الله علیه و سلم که ای رسول الله، من نمیبینم میگه شما را که روزه میگیرین از این ماهی است که اون روزه میگیرین آنچه که از شعبان میگیرین. یعنی به مانند شعبان دیگر ماه رو نمیبینم که بیشتر و غالبا اکثرش بگیرید. پیامبر فرمودند که ذلک شهر یغفل الناس عنه بین رجب و رمضان. این ماه شعبان ماهی است که در بین رجب و رمضان قرار دارد. شعبان در بین رجب و رمضان قرار دارد که مردم چی هستند؟ از این غافل هستند. از این غافل هستند، یعنی از این فضیلت و بزرگی که دارد مردم از این غافل هستند. و هو شهر ترفع فیه الاعمال الى رب العالمین. و این ماهی است که در این ماه اعمال به طرف رب العالمین الله سبحانه و تعالی به طرف پروردگار اعمال برده می شوند. فاحب ان یرفع عملی. پیامبر فرمودند که من دوست می‌دارم که عمل من چی بشود؟ ان یرفع عملی و انا صائم. عمل من به طرف بالا برده شود و من در حال روزه باشم. دیگه مسلم احمد و نسائی و بیهقی روایت میکنند. پس همچون که ابن قیم رحمه الله فرمودند این ماهی است که در این ماه بگیم اعمال سالانه انسان به طرف الله سبحانه و تعالی برده میشود. پس پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند که ماهی است که در این ماه من دوست می‌دارم که اعمال من به طرف الله سبحانه و تعالی برده شود در حال روزه باشم. سبحان الله. و سلف چیکار میکردن در این ماه؟ سلف صالح وقتی که ماه شعبان داخل میشید چیکار میکردن؟ متوجه مصحفاشون میشیدن، متوجه قرآن میشیدن و اینو میخواندن و زکات اموالشون در همین ماه میدادن تا اینکه اینها را کمک بکنند یا که به وسیله این دیگران را کمک بکنند، تا اینکه این سبب شود که اینها را کمک بکنند به طاعت الله سبحانه در رمضان. و همچنین اینها سلف صالح تر میکردن مشغولیت های دنیایی را تر میکردن و در این ماه آمادگی میدیدن. این ماه آمادگی، تقوا، پرهیزگاری، حد آمادگی میدن برای چی؟ برای استقبال ماه مبارک رمضان.
و بیشتری در این روز از شعبان روزه میگرفتن و ذکر میکردن، قیام میکردن و روزه میگرفتن، تلاوت زیاد میکردن. به خاطر چی؟ به خاطر آمادگی، استعداد برای ماه مبارکی رمضان. دوست الله نگاه کنیم که انسان برای فرائض باید همیشه تلاش بکنه. همچنین که ما شما نماز داریم، پیش از نمازهای فرضی سنت ها هستند، پیش و بعد سنت داریم. همچنین در این ماه رمضان که ماه فرضی هست، پیش از اینم سنت های روزه داریم، مثل گرفتن روزه در ماه شعبان که پیامبر صلی الله علیه و اکثری روزه میگرفت، اکثری ماه هم میگرفتن. برای چی؟ برای آمادگی. همچنین که یک انسان یک بار از داخل واتساپ، تلگرام و یوتیوب برای نماز فرض بخونه، چیزی خیلی اشکالات در نماز فرضش میاد، خیلی اشکالات میاد. حواسش در همون بگیم فکرش در همون یوتیوب کانال بلاگی را هست. همین است واقعا. برای که برای فرض است، لیکن اول برای نفل بخونه، این آمادگی برای فرض میشه. آمادگی برای چی میشه؟ برای فرض. این چیزی هست که چیز واضح هست، چیزی واضح هست که آمادگی میشه و توجهش چیزی بیشتر جمع میشود و فرض میخواند و بعد از او باز هم چیزی سنت ها را میخواند. و این سنت هایی که میخواند حکمتش این است که چون علما میفرمایند، حکمتش این است که این جایگزین کردن نقصانی که در فرائض هست که انسان بعضی وقتا فکرش میرود، بعضی وقتا اکثر وقت این روزا متاسفانه فکرها هر طرف میروند و نقصانی که در فرائض میشود، این چیزی تکمیل کننده اون نقصان هست. پس ماهی که بعد از روزه‌ای که در ماه اعمالی که در ماه رمضان، در ماه شعبان میشود، این ماهی که ما شما قرار دادیم تقریبا یک هفتهش بیشتر، 7-8 روزش گذشته، در این ماه میشود. پس این ماه انسان چون میکند آماده میکند و نقصان هایی که هست در فرایضی که در فرضی که ماه مبارک رمضان است، او را چون نقصان ها را تکمیل میکند. و بعد از ماه رمضان ماه شوال است و 6 روزی از شوال گرفتن، این یک سنت رسول صلی الله علیه و سلم است که خیلی اجر و پاداشی دارد. بعد از رمضان 6 روز دیگه شوال است که البته بعضی میگن پی در پی بگیری، بعضی میگن که از همون یک ماه بگیم پی در پی فرمان دارد، اما 6 روزه بگیری هیچ باک ندارد. خلاصت هیچ باک ندارد که چی پی در پی میگیری 6 روز از شوال بعد از رمضان است، چی مثلا 2 روز بعد میگیری یا روز بعد میگیری، به هر حال 6 روز اون یک سنت رسول صلی الله علیه و سلم است. این بود مختصر در بابت ماه شعبان و فضیلت و بزرگی ماه شعبان که سلف در این کار تلاش میکردن این روزه بگیرن. و اما بعضی از چیزهایی هست که در این ماه گفته بشه و در این مورد همین رسول صلی الله علیه و سلم حدیث صحیح است، البته جمهور به حدیث اختلاف دارن، ولی بعضی علما حدیث صحیح گفتن و قول راجح حدیث صحیح است که پیامبر صلی الله علیه و سلم من نمودن، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. مسلم و احمد میاد و ابو داوود و ترمذی و نسائی ابن ماجه که وقتی که ماه شعبان نصف شد شما دیگه روزه نبگیرید. یا اینکه در دیگه حدیث میاد که حدیث بخاری مسلم است که لا تقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. پیغمبر فرمودند که هیچ یک از شما مقدم پیش از ماه مبارک رمضان به یک روز روزه گرفتن یا که بعد روزه گرفتن روزه نگیرد، مگر اینکه کسی مردی که روزه میگرفتند، یعنی کسی که عادت داشت روزه میگرفتند، در روزه داوود میگرفت، یک روز میخورد یک روز روزه میگرفت، روزه داوود هم نسبت بهترین افضلترین روزه است. یا که روزه پنجشنبه دوشنبه میگرفتند، وقتی که در همین روز اومد یک روز درست پیش از ماه مبارک رمضان اومد قرار گرفتند، هیچ باکی ندارد، یه استثنا میشود. ما شما پیغمبر فرمود که مگر کسی که پیش روزه میگرفته و هیچ عادت داشتند، اون شخصی که عادت داشت هیچ باکی ندارد. همچنین پیغمبر از نصف شعبان روزه گرفتن من کدگی هست، این با ما حمل میشود که این شخصی که میآید 15 روز اول روزه نمیگیرد، بعد میاد از روز 16 هم سر میکنه میرود، این نهی برای اون شخص است. همچنین که ابن قیم رحمه الله جنبدی حدیث کرده است و الا دیگه حدیث هست که پیامبر صلی الله علیه و اکثر ماه شعبان روزه میگیرند، یعنی کسی که اگر از ابتدا از اول بگیرد هیچ باکی ندارد، اما کسی که از نصف از 16 اون طرف بیا بگیرد میگن که به خاطر چیزی کسی که خاطرش نیست که ضعف پیدا میکنه در دیگه نمیتونه که شب روزه را بگیره. همچنین علما فرمودند جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.